بینندگان محترم سلام. مهمان گفتار امروزه رادیوی آزادی رهبر جنبش 24 عمرعلی قوتوف است که موافقت کرده است به سوالهای ما پاسخ دهد. عمرعلی خوش آمدید. اخیراً اطلاع پخش شد که در شهر دوشنبه دو جوان را با عیبنامه ترغیب گروه 24 و فعالیت‌های ضد دولتی بازداشت نمودند. آیا شما در نزد این جوانان که در دوشنبه بازداشت شدند و عموماً طرفدارانتان که اکنون در تاجیکستان زیر فشار قرار دارند مسئولیت حس میکنید؟ اول اینکه در مسئله خود تاجیکستان زیاد مردم و جوانای هستند که میخواهند آزادی را، زیرا که ما و شما در یک سیستم تاجیکستان هستیم که مردم نمیتونه آزاد گپ زدن و از گروه 24 یگان نفر قپیدگی نیستن، هستن از جوانای نو و از رژدین تاجیکستان، آدمایی که آزادی خواه هستن، اونایی که گپ زدگی هستن. این روزا رژیم هر کسی را که میقپه در بالای گروه 24 وابسته میکنن. عمرعلی، شما در مجموع چقدر طرفدار دارید در تاجیکستان و عموما با آنها یگان نوع تماس بنیاد کرده اید؟ در تماس هستید با آنها؟ چطوری که شما دوستای عزیز میدونین ما هم برآمد میکنیم، هم در زیلو برآمد، در یوتیوب، در فیسبوک، باز چقدر 2700 نفر قریب در تاجیکستان داخل کردگی بودیم در همه منطقه. ما میتونم گفته که زیاتر از 90% مردم خلق تاجیکستان میخواه آزادی را، عوض کردن رژیم و با اونها ما هستیم به طریق گروه هایی که ما روان کردگی هستیم. خب ولی خود شما حالا در کجا به سر میبرید؟ از دولت ترکیه هستم، ترکیه ده. پس از وقتی که ما داستان بودم و قرغیزستان، بعد از قرغیزستان ترکیه آمدم و مبارزه خودمان ما از نوع قوای نو قطعی حرکت کردیم به مسئله مقصد رساندن به مردم به طریق اینفورماسیونی جنگ، زیرا که به مردم گپای اطلاعات رسه. رحمت برادر. و در دورانی که عموما آوازه ها درباره میتینگ بود، زیاد اطلاع زیاد پخش میکردید که در ارتش و نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات شما طرفدار زیاد دارید و اگر میتینگ شد آنها با شما همراه میشوند. این بر چی اساس است این مثلا اطمینان شما؟ شما میدونین که کاری ما، حرکتی ما آشکار بود. ما در سیاست حرکت من پناهی حرکت نکردیم، یعنی که ما آشکار در زیلو برآمد کردیم و بسیاری آدما از سالداتا سرکرده به افیسرها و بسیاری مثلا MVD و پروکراتوره توات و کروپسیا من ابران بسیار آدما طرفداری تبادلات هستند و اونا با ما خوشم برآمدگی هستند که برادر شما تشویش نکشین، ما همون طرفدار شما هستیم، فقط شما یک حرکتی کنین. ولی خوف ندارید که اون آدما تنها مثلا شاید برای اون با شما در تماس شدند که یک تبر کرده شما را به یگان جا مثلا برارند و در اصل اونا وظیفه اونا دیگر است؟ بسیاری گپایی که در تاجیکستان بود در مسئله شاکمندی رو دیگر رو افراطی گپای صحبتای در داخلی دما اونا میرسوندن تا حتی میگفتن که شما حاجی بابا داخل نشوین طرف تاجیکستان، ما همه گپ خمون خلاص میکنیم. یعنی که مقصدی اونا نابود کردن و تسلیم کردن ما نبود. اونا گروه های زیادی بودن که اینفورماسیونی گپ میرسوندن تا حتی که گجا رفتگی مثلا پرزیدنت گجا چی مسئله هسته در مابین مردم چی گپ هسته، ما از 10 طرف ایرا سنجش میکردیم، میدیدیم که گپ درست است. در اظهارات شما، در اظهارات اخیر شما که بیشتر به نظر میرسد شما مسئله چین را دامن میزنید، یعنی چرا این مسئله مورد توجه گروه 24 قرار گرفته است؟ شما میگویید که برای جلوگیری از ناآرامی ها حکومت گویا صدها سرباز چینی را به تاجیکستان آورده است تا اینکه آنها در حال ضرورت از حکومت پرزیدنت رحمان حمایت کنند. این اطلاع از کجا است؟ آیا مثلا می شود که 200 نفر، مثلا 2 نفر نه 3 نفر، 200 نفر را پنهانی به تاجیکستان آورده و این را کسی نبیند؟ آره باور کنین که ما هم تا نفس آخر باوری نداشته بودیم. نه وقتی که ما از اپارات، از آدمایی که وظیفه‌های بلند بود تا حتی آدمایی که در بلندی تا بالای تپه‌ها در جایی که ماندگی به مسئله اسنایپرها بغض از وی از دری داخل گفته بودن که شب مثلا طیاره آمدگی بود و با ماشینای خودشون از طیاره فرا آمدن 400 نفر در جایی که
باز در аэропорт بود، اونا در اونجا بجایی بودن. 400 نفر در پیش سومین آوردن، از اونجا گجا بردن. این نفرها گفتن که ما نمیتونیم گفته. و مقصد اونا آوردن ما بسیار میپرسیدیم که اینا چی نمود آمدن، چرا نمیگن در این مثلا خبرنگارا، چرا نمیرن در аэропорт گپ زدن. اونا گفتن که به درجه فشار زیاد آوردگی هستن که خبرنگارا تا حتی داخل نشوند در аэропорт گپ زدن. و اونا مدقیقی کم داخل شدن و نفرایی که دمو رسوندن باز ما ایگا در همه جهان رسوندیم که با مطابق قمی تیارا آمادگی هستن. و با جایی این نفرایی که افراطی که نفرایی که از طرف چین آمده داخل شدگی بودن، مقصد اینا ای بود که اگر که مردم میتینگ کنه، اگر که ارتش ملی یا که دیگرها در طرف ما بگرده، برای قوه سیم استفاده بردن به مثل سالهای 92 استفاده بردن تا که مسکو قطعی لشکر چین به خاطری که اینا کی زدن دیگه مثلا نفهمی میشه. عمر علی، شما از نفران نزدیکی پرزیدنت تاجیکستان و خویش تبار رئیس جمهور بودید. اگر حرف شما با آنها نمیگریخت، معاملات شما با آنها ویران نمیشد، شما باز هم به مبارزه بر ضد آنها میخستید؟ البته میخستیم، زیرا که ما یک راهی را حرکت کردیم، همه سیر اسرار داخل جا گرفتن میگرفتیم، میدونستیم. باز چند ما میدونستم که چی نمود ای اولاد مثلا نمیموند در تاجیکستان یگان تجاری کار کنه قطعشون. زیاد تجارا را اینا خودشون نابود میساختن. ولی عمر علی، در همین مورد وقتی که ما مقاله ها رو نوشته بودیم درباره همون تعقیب شما و صاحبکاری شما، در کامنت ها خیلی زیاد هم بود که در سرکرده همون طرز پیشبرد کار و چیزا نام شما رو هم بعضی صاحبکاران، البته من نمیدونم تا کدام حدود این واقعیت دارد، ولی میگفتند که همین طرز کار را خودی شما جاری کرده بودید از اول وقتی که در همون شرکت ها بودید و در مقام های حل کننده. همون طرزی مثلا کار از خود کردن و فشار آوردن از شما شروع شده است. همین چیز با این کامنت شما چی جواب میدهید؟ شرکتی که ما از اول تشکیل کردگی بودیم، ما شرکتی داشتم که کار میکردم. ما اینا را مثلا با مطابق شرطنامه اینا قدیما 50 در داخلی کار داخل شدن. بلکه ما او وقت گفته بودم که خودی صاحب شمسلا داماد جنابم نبود، اینا یک شخص عادی استودنت بود. نو اصلی گپ که ما در مدت چند سال یک سال کار کردگی هستم، ما هیچ وقت در زندگیم یک کس زوری نکردم، یک کس دشنام نکردم، کارهای بد نکردم که از این شرم دارم. زیرا این خطی سیاست تاجیکستان هر نمودی که از پیش خودش گپ میبافت به خاطری که نمیدونست که در چی گپ زنه که مردم نفرت کنه از شخص اپوزیسیونی. برای که از پشت مردم که گپ میزنی، شما خودتون البته خبر دارین که زید سعید و چی نمود مکر ایله کردن. اول بسیار با گپی خوب گفتن آوردن، بعد هزار گپ در مبین کارش بسته کردن در مبین. و این خاطر من از شرمم نمیدارم و با سری بلند میتونم گفته که در تاجیکستان ما یگان کس خفام نکردم، تجارت یگان کس هم نگرفتم. مطابق مهنتی خودم چه خیلی که در کودکستان کلان شدگیم، من نفرات کار میدادم و از این میفخرم برادر. و خب یک سوال دیگر این است که خب شما 10 اکتبر میگفتید که میتینگ میشود و خب نشد. بعد از این چی؟ باز یگان مهلتی نو برای میتینگ میگذارید یا اینکه یگان تصمیم دیگر دارید؟ دوستی عزیزم، گپ در این است که کاری ما نو سر شد. تا وقتی که میتینگ ما میگفتیم، ما میخواستیم فهمیدن همه اینفورماسیونی که قطعی مردم است، که زیدی مردم است، در مبین خودی اپوزیسیون ما باید امتحان میکردیم و در مبین گروه هایی که هستن آدمایی که رای کرده بودیم. ما میدونستیم که تخمینا 90% میدونستیم که در میتینگ برآمدن با ضد تانکا، BTR، نمیدونم سنایپر و اتوماتیکو و این قدر پوستو هیچ ممکن قریب نیست. نو فهمیدن وضعیتی مالکی حکومت در ما بسیار ضرور بود و ما همین کار تشکیل کردیم. اکنون یعنی اگر آدمانی که باز هم میتینگ میرفتن اونا زیر نظر سنایپرها و زیر نظر کلتکی حفظ حقوق و ترتیبات یعنی میموندن به هر حال. یک گپی دیگه هم بگویم که دما یک چیزی بود که ما در جهان باید نشان بدیم که در تاجیکستان یگان نمود دموکراسی گفتنی گپ نیست، یگان نمود حقوق انسان گفتنی گپ نیست. ما باید در جهان نشان بدیم. ما همه ما نشان گفتیم که این همه سایت های اینترنتی را بسته کرد، پیش از این همه اتناکلاسنیکو را بسته کرد. چی نمودی که زوری تونیس کرده شانتاژ، یعنی که امام علی پیش از 10
корое кард ки дар хонаҳои одамо медаромад, дар масъалаи падару модароро метарсонд, қонунҳои сахт бировард барои митинг гуфтан то 8 сол. Ин натиҷа дар мо бисёр натиҷаи хубе дод барои ҳамкории мо ва якпайваста кардани ҳамаи оппозитсияи воқеира. تشکر زیاد